مادر ما تا حالا چند بار رفتیم خواستگاری؟ 2-3 مرتبه. آیا تا حالا موفق بودیم یا نه؟ خب نه. هر بار که رفتیم به یه نحوی به هم خورد. یه بار پرسیدن آقای داماد خونه شخصی دارن، ما هم گفتیم نه، گفتن متاسفی. بار بعد طاهره خانم یادتون میاد برگشت از من پرسید ببینم شما ماشین شخصی زیر پاتون هست؟ منم گفتم نه. واه این دیگه خیلی به کلاسیه، این روزا زیر پای هر نن قمری یه پراید هست، متاسف. بار بعد آقای صفایی برگشته میگه تحصیلات آقای داماد چیه؟ ما گفتیم دیپلم مرد کم چه دیپلم کس اول نمیستانم ندارم. پسرم فرامرد تحصیلات واسه خیلی از خانواده ها مهمه. این درست. اون یکی رو چی میگه؟ زور زده تو چشای من میگه آقای داماد چرا عینک به چشماشه؟ این سواله. منم خوب جوابش دادم. گفتم اگه از روز اول میدونستم قراره بیام خواستگاری دختر شما، به مادرم میگفتم به جای شیر به من آب هویج بده تا چشام از تلسکوپ بزنه بیرون. این همه منو اینجا معطل کردی که این حرفا رو بزنی. نه مادر، من میگم چرا بیام از روز اول همه چیزو صادقانه بگی؟ خب میفرمایید چیکار کنیم؟ یه سری از مسائل رو میذاریم برای بعد از ازدواج که کار از کار گذشته باشه و نتونن به هم بزنن. از قدیم گفتن بار کج هیچ وقت به منزل نمیرسه. فرامرد من این خانم میخوام کاری کنم که برسه. مثلا میخوای چیکار کنی؟ با همت صحبت کنم. نه لازم نکرده. مگه نمیدونی اون دهنش چفت و بس نداره، نمیخواد. دائمه ها. فایده نداره. ما نگو به. ایش اصلا معلومه کجای مردش رو که دوباره اصلا این حالا بودی عدای معلومه کجای مردش رو بردم. از تو را دارم دنبالت میگردم. خره کجای فرامرد یه خبر هست باز چی شده؟ ببین فرامرد تو چند وقتی میخوای زن بگیری بهت زن نمیدن؟ خدا وکیلی چند وقته؟ دایی جان نگو زن نمیدن، بگو تقدیر، سرنوشته. تقدیر که مال شیمیایی بدبخت بی سبب. آخه الکی که با آدم زن نمیدن. آدم باید یه نقطه جاذبیتی داشته باشه باید زن بدن. درسته؟ تیپ و قیافه درست همونه که نداری. بذار این مانیتور رو بذارم اون وقت اینم نمیره الحمدلله. خب ببین تیپ و قیافه درست همونه که نداری. یه ذره آره. سواد و تحصیلات هم که ناری. امکانات نبود. اونم قبول. فهم و شعورم آخه بدبختی ناری. خبرتو بگو. اونم مال امکاناته. اینجا آگهی دادن بازیگر میخوان از من و تو امان موجم ولی خاموش قصه چه به خوندن افتادی من؟ آره. این که نوشه باید بریم تست بدیم. خب بریم تست بدیم. بریم تست بدیم. آره. نه بابا. زن بابا تست بدیم مردشو برده. مدرسه آدم میخواد بره یه آمپون پنسیلین انقدی بزنه کلی باید تست بده. خب من آخه بلد نیستم. تو خبر بازیگر نمیخواد تست بدی. بعد میگم 4 تا سال میگم نمیره. من از کمکم کن راه بیفتم. ها؟ کمکم کن راه بیفتم. پولت بدم راه میافتی؟ بابا با من تمرین کن میرم اونجا دقیقاً ضایع نشم. تمرین کنه. تمرین کن. شیر تمرین کنه. ببین مثلا الان بگی اینجا دفتر سینماییه، شما من فکر کنم الان فکر کن فرض کن اینجا دفتر سینماییه، شما اومدی به من تست بدی. به تو تست بدم؟ آره. تو آدم‌تر نبود؟ بابا تمرینیه. مثلا تمرینیه. الان اینجا دفتر سینماییه، ما اینجا هستم، تو اینجا هستی، جفتمون اینجا هستیم. قربونت خداحافظ. وایسا 2 تا سال ازت بپرسم بعد برو. کجا میرم یعنی؟ کجا داری میری؟ برم بیام مورشو. وایسا 2 تا سال بپرسم مثلا. آخه مگه این دفتر سینمایی نی؟ خب مورشو بردم من که این وسط یه هلوفتی نمیزنم بیرون که. آدم اول میاد منشینم. برم الان. خب خوبه همونجا بس مثلا اینجا دفتر بیرونه. مثلا الان منشی اینجا نشسته منم اینجا صحبت. خب داریم بفرمایید داخل. بله منشی ها چقدر گیره. میگه بله ما بریم. میگه نره. میگه ما گیر نده شهر نشو با کار ندتون. میگه کجا؟ ببخشید شما اینجا آگهی داده بدید، بعد از بنده درخواست کرده بدید. بله. بنده اومده بیدم شما نبیدید، بعد رفته بیده مشخصات شما رو گرفته بیده. بله. گفتن یه آقای قیافش اینه درخت بیده. شما اومدید تست بازیگری بدی اون وقت با این تی؟ حالا عرض کردم شما اومدید تست بازیگری بدی اون وقت با این تی؟ ما تیپم چشه؟ بایی عالی دیه. اصل جواده. حالا که خوبه یه شلوار داره من این 16 پیلیه. اون دیگه مال تیپ جواد تایتانیکه. آره
ببینم مثلا شما تا حالا کار بازیگری یا تئاتر انجام دادی؟ نه خیلی بنده کار تئاتر نکردم. بنده بیشتر در زمینه سینمایی کار میکنم. چه فیلمایی بازی کردی؟ حالا البته بنده قبل از انقلاب ایران بیدم دیگه، بعد از انقلاب ایران نبیدم، رفتم خارج. قبل از انقلاب که ایران بیدم فیلمای زیادی بازی کردم. یادم من آخرین فیلمی که قبل از انقلاب مینه ایران بازی کردم اسمش بی همسفر. چه نقشی؟ برز وسقه. گفتی رفتی خارج. بله. البته بنده مستقیما نرفتم خارج. بنده اول رفتم ایتالیا، بعد از ایتالیا رفتم خارج. going to house. بالاخره رسیدی اونجا. بله البته اونجا هم که رسیدم پیشنهادات زیادی به بندم شد که فیلم بازی کنم. منتها من قبول نمی‌کردم. به خاطر که خارجی‌ها نه اغلب فیلماشون یه خود مورد داره. من حتی روم نمیشه توی فیلم‌ها بازی کنم. یعنی من رفتم بازی کنم، کارگردان اومد گفت بابا شما قبلا بازی کردی؟ گفتم بله. گفت لطفاً برین رو صحنه. گفتم شرمن نه، ما فیلم‌های صحنه‌دار بازی نمی‌کنیم. آره. ببینم جوون حالا تحصیلات تو چقدر هست که اومدی بازیگر بشی؟ حالا دست رو دلم نذار که خینم. چرا؟ رفتم کلاس اول، ننم مرد. بعد رفتم کلاس دوم، بوامونم مرد. دیگه ترسیدیم بریم کلاس سیوم. گفتم این دفعه نوبت خود ما تک تحصیل کردیم را. یعنی گفتیم تا دیپلم بگیرم جد آبادم میمیرن دیگه. آره. اگر من تصمیم میگرفتم لیسانس بشم که نسل منقرض میشد. بسیار خوب. ببینم شما غیر از تئاتر و سینما فعالیت هنری دیگه هم داری؟ حتما هنری باشه. بله بنده نقاشی هم بلدم. بسیار عالی. چه تابلوهایی میکشی؟ سبکتون چیه؟ تابلو نبیده، نقاشی ساختمانی بلدم. سبک اونم روغنی و پلاستیکه. به چه صورت؟ ما سقف پلاستیک میزنیم، بدنه روغنی، کمر به پایین دلا روغنیه. بله. غیر از نقاشی چی فعالیت هنری دیگه؟ موسیقی هم بلدم. موسیقی هم بلدی. چه سازی میزنی؟ سیفون میزنم. سیفون؟ نه ببخشید ساکسیفون. اشتباه شد. آخه من این نصفه بلدم، فعلا قسمت از سیفونش یاد گرفتم. آره. خیلی ممنون. من اینکه زیاد تو مشکل نیفتی، من یه قسمتش رو تو تست بگیرم، فقط ازت خواهش میکنم نقش سیفون رو برام بازی کن. دستت درد نکنه. ببینم چیکار میکنی ها. سیفون استوار. چیکار کنم؟ نقش سیفون رو بازی کن. گفتم موسیقی بلد بدنم. والا مگه نمیگی ساکسیفون؟ نقششو برام بازی کن. مگه تو تست بازیگری نقش سیفونم ها؟ داریم عزیزم. بعد الکی میگه. جدی؟ یعنی من الان چیکار کنم؟ نقش سیفون، ادای سیفون رو در آقا. یعنی من الان نقش سیفون رو بازی. باشه خیال نی من نقش سیفون بازی میکنم. فقط اگه امکان داره تو هم زحمت بکش که نقش چیزا بازی کنی. نه دیگه تست بازیگری آخه من نمیتونم الکی سیفون بزنم. خیلی خوب. همون تیکه که بلدی اجرا کن. سیفون اجرا. سیفون اجرا. بزنم. الان سیفون بزنم. بزنم. دیواری یا کمری؟ دیواری. این دیواری گنده. دیواری بزن. برو کنار رو سرت نریزه. برو. بزنم. بزن. چرا صدا نداشت؟ تانکرش خالیه. نمیشه یه کار بکنی تانکرش پر شه؟ 10 دقیقه صبر کنی پر میشه. خب غیر از اینا فعالیت هنری دیگه هم داریم؟ بازم هنری باشه. کوبلن، منجوق، ملیله، سرمدوزی می‌کنم. متاسفانه شما تو این تست رد شدی. من با کارگردان برنامه صحبت میکنم که تو برنامه قیافت برن. نه یک تا ما رو گفت کامله. می‌خواستم برات بخونم. تو بخونی؟ ما خیلی خوشحال میشیم صدای آواز شما رو بشنویم. ها؟ خیلی خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. مگه صدام نمیاد؟ الو. صدای آواز تو میگم. آخه مگه اینجا قرنی تئاتر بازی کنم؟ چرا؟ ما در تئاتر موسیقی هم داریم. مخلوطه. بخونم. این میکروفون از این چیزا نداری دست بدی به این؟ بذار یه دقیقه بده. اون بیسیم رو بگیر. دست اون یکی بده. بخونم. نمیخواد آقا بیا. وی. بیا نمیخواد. یه میکروفون بیسیم بدین آقا. نه بیسیم نه. یه باسیم بدین. آره همون باسیم. تو اونو بگیر. گفتم بهت باسیم بده گفتی نمیشه. نه. بله. خب بخونم.
بعد عوض من باید بخونم کتاب آورد. بخونم ببینیم چی میخونی. آقا بخشید همجوری معمولی بخونم یا از این جایدا که اینجا رو بخونم؟ نه 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 ساده ساده باشه، خاشخاشی نباشم. آقا بخشید بله که زبون اصلی بخونم اشکال ناره؟ چطور مگه؟ آخه من یه مقداری ته صدام شبیه سلندیانه. نه خیلی کوتاه. خیلی؟ سلندیان؟ بله سلندیان بخون. مال فیلم تایتانیک ها؟ بله بفرم. شما فیلم تایتانیک رو دیدی؟ بله منم دیدم بخون. دیدی؟ بله منم دیدم. کامل؟ بله بفرمایید بخون. کیفیت دار؟ تو ایوه من با CD دیدم. آینه بخونم. بخون آقا بخون. خنده داره؟ خنده داره دو سر اینجوری کنی بریم بی خود زحمت هم نمیکشیم، فقط یه ناحیه فعالیت. هر من خواستین قهقه بزن. آقا بخونم. بخون آقا. اما سه آمده. آقا باشه شما موسیقی ناری؟ همجوری لخ بخونم؟ موسیقی هم عزیزم برات میزنن. کی میزنن؟ اینجا هستن دستگاه به این بزرگی بردم برای شما بزن. آقا بله بله. چه جیگلیه. شما تو محلتون آرایشگاه نیست؟ بخونیم آقا بریم. برو بریم تایت. صدا بالا. دست من نگیر بغل من بیر. بخونم. صبر کن ببینم مرد حسابی وقتی قرار میشه زبان اصلی بخونی، زبان اصلی یعنی زبان مادری بخون. بسیار گیر داری به ننه با موردشو بردن. ما اشتباه میکنی تازه پروان هستی دیگه. آقا به تو چه میخوام پدری بخونم تو رو سننه؟ من منظور من مادر و پدری نمیگم لوری بخون. من به لوری زبان مادری؟ تو از کجا میدونی ما لوره؟ حالا همینجوری گفتم ما دورگه ایم. دورگه لوروشیان لو. بخونم ما لوری بخونم. بخون آقا لوری بخون. آقا باشید این دستگاه شما اکو ناره؟ اکو هم داره دیگه بابا، کشتی ما رو یه دقیقه امتحان کن. اکو داره. بله چه باحاله. آدم یه دونه اینا رو خودش وضع کنه، همجور تو خیمون را موله لولو بزنه. بخونم. آقا گفتی موسیقی داره؟ موسیقی هم داریم. شما هم موقع آماده شدی بگو براتون. یه حس میخوام با جدیت بخونم. ما جلو من بچه ساکت بخونم. بخون دیگه بابا. یه ساعت ما مارش بردن. چقدر حولی مرسوی نوارم میذاری اولش یه ذره خالی داره. اونم چه برسه من که نوار مسترم. یعنی شما نوار مادری؟ درسته بخون باز گیر دادی. بخون آقا. من نوار برادرم. من از رو مادر تکثیر کردم با کیفیت عالی. آیا موسیقی آماده ای؟ بریم آقا برو. مگی جونم صدای زنگش میآید، آه زمونم با دلم جنگش میآید. آی مگیل جونم میاد، آی مگیل جونم میاد، آی مگیل جونم میاد، آی مگیل جونم میاد. این دختر بچه‌های 5-6 ساله اینجا جو میرفتن کوچولوها.
زنگش برام چه دل نشینه آخ در تویلش میره به قلبم میگیره صدای زنگش برام چه دل نشینه آخ در تویلش میره به قلبم میگیره آی مگیل جونه میاد آی مگیل جونه میاد آی مگیل جونه میاد آی مگیل جونه میاد. خیلی بی جمعه بهت بگم، فقط خیلی بی جمعه. این آخرش یعنی چی؟ یعنی چی این آخرش؟ باشید شرمنده، این آخرش داشت نوار جمع میکرد. خدا پدرت رو بیامرزه، زود به دادم رسیدی. یه ذره دیرتر میمادی نواره پاره شده بود. حالا نوارش جهنم امانت بی. مال مامو شهریاری اینقدر خوره است. خیلی ممنون. شما تو این تست قبول شدیم. من با کارگردان برنامه صحبت میکنم که تو برنامه‌اش حتما از وجود شما استفاده کنه. لطف کنیم بفرمایید وقت سوء استفاده نکنه. چشم. بیا دیدی مرتبه تموم شد. هم میگه تست بازیگری سخته. دایی جان. ساده. از تست پنسیل هم ساده‌تره، دردم نداره. هی هم نمیگن شل کن. همت جان. ها. دایی جان. بیا یه چند وقت میخوام باهات صحبت کنم. این بحث بازی و بازیگری بذار کنار. یه چند وقت میخوام باهات صحبت کنم، وقت نمیشه یا مامان هست روم نمیشه. ببین من چند وقتیه که دنبال ازدواج بیا بالا بعد بگو فرامد. عطای حیات میگه. السلام علیکم. حال شما خوبه؟ لطفا صحبت نباشه. بگو. یه دختر پیدا کردی. فرامرز باز شروع کردی؟ باز ما اومدیم دو کلمه صحبت کنیم، مامان گفت باز شروع کردی. همه زنا همه جوره خدا شده. تا آدم یه کلمه حرف بزنه اما خودشون از صبح تا شب عین رادیو پیام. من رادیو پیامم؟ نه با تو رادیو پیامو قورت میدی. من یا تو؟ چی میخواستی بگی به همم؟ هیچی بابا، بازم یه کلمه بگم همت یه دختر پیدا کردم مادر نداره. وای چقدر گشته لامصب زیر خاکی پیدا کرد. میگم فرامرز حالا بگرد ننش پیدا کنه. میخوای واسه چی؟ حالا ننش پیدا کنه. برای چی؟ لازم میشه. واسه چی لازم میشه؟ برای روز مادر. بله. روز مادر که تموم شد. حالا برای سال دیگه. از حالا تا سال دیگه؟ خب چیکار کنم خراب نمیشه که؟ یه سال میخوای نگرش داری؟ بابا یارو ننش از 100 سال نگه میره تازه مومیایش میکنه. من همین امروز صبح خودم زنگ زدم خونه مادر زنم. کلی باهاش صحبت کردم خیالم راحت شد. تو زنگ زدی؟ بله زنگ زدم خونه مادر زنم. گفتم اله مادر زن جون چطوری خوبی الحمدلله؟ گفت نه داره میمیره. گفتم با مزاحمت نمیشه ببین. آره. تو گفتی و منم باور کردم. آره. مادر زن مگه چشه؟ بله مادر زن مگه چشه؟ چش نیست. مادر زن برای این داماد بدبختی مثل من این اون سرطان میمونه. راست میگه. شیمی درمانی هم قبول نمیکنم. میدونی من از قدیم و ندیم گفتن دخترها کفش ننشونو میپوشن. آفرین قربونه دارن. از قدیم گفتن دختر که ما بابا اون مال قدیما بیده. قدیما بود میگفتن دخترها کفش ننشونو پاشون میکنن. الان دیگه جدیدن فرق کرده. الان دیگه جدیدن دخترها ماشاءالله راه برای کفش میخرن. از مد که میفته تازه میدن ننه ها بپوشن. وای بیا بپوشه. بگیرش کنار حالم به هم خورد. وای یه حالی میده. بگیرش کنار. عقلت نمیرسه. اتکلونه بوپالوره. زدی به پا؟ نه بوپالور یعنی همون بوی پای لردیه. آره. اصلا تو واسه چی میخندی؟ چطور؟ تو که نه زن داری نه مادر زن. به خاطر همین کلمه مادر زنی که من زن نه. بفرما چند وقت پیش می‌خواست سیگاری به من گفتن همت حواست جمع باشه. از قدیم گفتن دختر می‌خوای بری او یکی بشین. از قدیم گفتن دختر می‌خوای بری باید ننه‌شو ببینی. ما گفتیم بابا ببینیم با ما می‌خوام دختر جوون ببینیم ننه‌شو نگاه کنیم. واسه گفتیم بابا باشه جهنم شما بریم برای ما زن برین. ننه که سلامیم ننه بزرگش نگاه می‌کنه. خاطر وقتی رفتیم کجا؟ خواستگاری. ما رفتیم خواستگاری خونه دختره نشستیم. همش حواسمون که من گفتن همت دختر می‌خوای بری باید ننه‌شو ببینی. ما ساده قبول کردیم. خونه عروسا نشستیم تا ننه اومد واسه فقط ننه آقا هی ما ننه هی ما ننه وای ننه یه گیری داده آقا خلاصه چی من نشسته بودم مملو در محو وجود ننه بیدم یه دفعه دیدم شافراغ داشتن گفتم چرا میزنی گفتم بیرونش کنی این داماده بیرونش کنی این دامادی که از اول زندگی اینجوری چشاش عین تلسکوپ مگه میشه نگرش داشت یک ننه بی کلاسی هم باشه پشت سر مردم حرف نزن خب ننهش بی کلاس بود ننهش خیلی بی کلاس بود ننه دستشوی اومده بیرون داره مسواک میزنه سوت هم میزنه
گفتی چی کار میکنی؟ نه هم مسواک میزد هم سوت میزد. آخه مگه میشه؟ هم مسواک میزد هم آره دقیقاً. چرا دروغ میگم؟ چرا نمیشه؟ آخه مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ دندوناش آریه بود گرفته تو دستش. حالا که خوبه بعد شامو ندیدیم مردشو بوده سر سفره گرفته دستش خلالم میکرد. اصلا دلش شوهره دست این زنک کباب بود. شوهره دلش خون بود. چرا؟ میگفت هر شب این زنک که میخواب بخوابه این دندوناشو در میاره میداره توی لیوان آب میداره بالا سره. وای نصف شب شوهره بلند شده تشنش میده. این لیوانه رو برداشته فکر کرده آب یخه. وای تا تش خورده تازه فهمیده ضد یخه. اونم چه ضد یخی همش پر سبزی. وای اینقدر گوش خورده میلش بی. اصلا روز خیلی بدی بود. چرا؟ از خونه اون آمدم بیرون خیلی اعصاب متشاکی بیده. تو خیابون رو با پسر دوام شد پرو بازی در آورد. با چوب زدم تو دست پسره ضربه مغزی شد مرد. گفتی چی کار کردی؟ با چوب همچین زدم تو دست پسره ضربه مغزی شد مرد. فرامرز شنیدی همت چی کار کرد؟ بله مادر با چوب زده تو دست طرف ضربه مغزی شد. آره دقیقاً همینطوره. آره چرا دروغ میگی؟ که دروغ میگه؟ تو دروغ میگی. خب تو خنگی نفهمی مارشو بادم دستش تو دماغش بود. چه؟ حالمونو به هم زدی. مگه من حرف بدی زدم؟ من گفتم دستش تو دماغش بود نگفتم دماغش تو دستش بود که. بیا برو باغچه رو آب بده یلا. چقدر به این باغچه آب میدی؟ این درخت سیب به جای سیب آب سیب پس میده. برو دیگه. آره بابا تو هم درست فکر کن. صدای سیرینگت هم آماده باش. الو سلام. حالتون خوبه الهام خانم؟ خوب هستی؟ ممنونم مرسی. با پدرتون صحبت کردی؟ چرا تا حالا این حرفا رو نزده بودم؟ خب چه لزومی داره یه پسر به یه دختر میرسه دائما از دارایی صحبت کنه؟ یعنی اگر در مورد داراییم صحبت نکردم دلیل بر اینه که ندارم. دست شما درد نکنه الهام خانم. بگذر. حالا کی مجدد با پدرتون صحبت میکنی؟ میشه خواهش کنم منم در جریان قرار بدی؟ ممنون. من منتظر تماستون هستم. خداحافظ. خدایا خودت کمک کن این بار این مسئله جور بشه من از سردرگمی نجات پیدا کنم. تو خودت میدونی که من الهامو چقدر دوستش دارم. از صمیم قلب الهامو دوستش دارم. بابا تلفن زنگ میزنه یکی در رو وا کنه. پایتی برداری سه داره زنگ میزنه. بله سلام علیکم. حالا شما چطوره؟ قربونه چه خبر؟ کجا بیدی نبیدی؟ آره تو کینی؟ اسمت کینه؟ خب اسمت بودیه؟ نه اسمت بو کره خربه. خب اسمت اسم گوشم برای صدا کردن نشن قابشونی که یک بیری من حساب ندارم ها تا سه میشمارم. گفتی نگفتی یه بار دیگه میشمارم. کی؟ اوه الهام خانم شمایی؟ وای صدا چقدر شبیه ننمه. آره کی؟ مهندس؟
مهندس کیه؟ فرامرد ما؟ فرامرد ما مهندسه؟ نه خانم کجا مهندسه؟ او به سلامتی دیپلمش هم گرفته. آره آشنا داشتیم براش گرفتیم. آره اصلا قبول شدنش هم دیمی بود، سازمان سنجش آشنا داشتیم. آره دیگه بابا الان دیگه همینجوره فامیلا همه تو هم دیگه. آره نه خونه ناره نه با خونش کجا بود؟ ما گله‌ای زندگی میکنه. آره باز شاستی بیا اومد بیا گوشینم بیا خوش اومد بیا الان خانومه. آره آره الان خانومه. برو بیرون. نه خوبه. برو بیرون. نه خوبه حواس من. الو سلام. ها الو چی شد؟ قطع کرد. با صدات حال نمیکنم. این الان خانم هر موقع زنگ میزنه کلی با ما شوخی میکنه. بعدش میگه مهندس خونه است. میگم مهندس کیه؟ میگه مگه فرامرز مهندسی؟ گفتم نه بابا کجاش مهندسه؟ دیپلمش هم زوری گرفته بعد. بعد یه سوال دیگه که بگه خونه داره و اینا. گفتم نه بابا خونهش کجا بابا؟ ما گله‌ای زندگی میکنیم. بعد بگه گفت منم میخوام بیام تو گله‌تون. منم گفتم شرمنده تو بیای گرگ میزنه به گله‌مون. آره خلاصه کلش کردم رفت دودرش کردم پیچوندمش. نه ترسیا یواش. یعنی چی پیچوندمش؟ آره تو بی خوش کردی کی به تو گفت گوشی رو برداری؟ پیچوندن نیست این پیچوندن اولاغ تو گذاشته یه جور رو ویبره. کی گفت به تو گوشی رو برداری؟ خب یعنی شو من بردارم دیگه موردشو بالا. مگه تلفن زنگ میزنه میگه کی منو برداره؟ نمیگه کی بردار ولی تو بیخود میکنی همه کارا رو خراب میکنی. مادر صحبت کن داره 4 تا بچه بدآموزی داره بیخود میکنه چه نفهم اولاغ. حیف که دایی میوله مینخونه در این خونه بیرون. راسته بکنم من مشاور یادم نشسته جلو اطلاع چیکار می‌کردی راستی؟ اگه داییم نبودی با لگد مینداختمت بیرون. چی می‌کنی؟ مال فقط جلو چشم من وای نسا. مال صحبتا نیست بخوام ببینم با مورشو برده. فرامرز جون مادره. فرامرز وای چرا مثلا فیلم هندی‌ها می‌میری؟ بذار حداقل بزنم بعد نمیری. فرامرز وای نکنه بمیره. فرامرز جون مادره. بینم مغزت میزنه. فرامرز خانم به دادم برد. چی شده؟ نه مادر فرامرز موره. چی شده؟ فرامرز موره. جدی فرامرز مرد. میگم فرامرز راستکی مرد. خیلی خوب ناراحت نباش قول نشو. الان من میرم بالا آقای دکتر خبر میکنم بیاد پایین ببینه چه شده. تو هم ریلکس باشه تا من برگردم. چه ننه باحالی. بچهش مرده من دارم خودم تامداری میدم. اومده اینجوری میکنه چی شده؟ میگم بچه‌ت مرده. مرده هول نشو من الان میگم دکتر بیا. الان میخواد دکتر صدا کنه یه دورم جردن میزنه. بفرمایید آقای دکتر بفرمایید شما بفرمایید الان میام خانم. بفرمایید عجله نکنید. هول نشید خانم. سلام. خانم مریض کیه عزیزم؟ فرامرز آقای دکتر. وای فرامرز چرا زودتر نگفتی؟ آخه بمیرم برات میگم نکنم نه واقعی اینه. میگم این دکتره قبلا سنگکی دیده. من چه میدونم؟ آی دکتر نکن خوشش میریزه. آی دکتر نکن هول نشو زیراکس باشه خانم شما لطف کنید بیرون تشریف داشته باشید. واسه چی؟ خب میخوام آمپولشو بزنم دیگه. شما که هنوز تشخیص ندادین چه شده. این اول آمپول میزنه بعد تشخیص میده. برو آره. بله شما بفرمایید. برو میکروفونم خاموشم برو. همت جان شما اصلا هول نشو فدات شم. اصلا هول نشو جان خوبه. اصلا هول نشو. در این جور مواقع آدم باید کاملا خونسرد تا یه موقعی چیش نشه. وای این دکتره چقدر باحاله. با این دکتره هم سنگکی هم بربری. آی دکتر جانم من مریضم. با دکتر من اورژانسیم. تو چه شده من؟ چی شده؟ وای همه جان نفست چرا بالا نمیاد؟ من نفسم پایین میاد.
بعدا تو رو معاینه میکنم. اول بذار به فرامرز برسی. چه آیدم سریع آستینشو بزن بالا. آمپولشو بزنم. بیا آستین کتار هم میزنیم بالا. آره بیا اون موبایل چی آقا وز میکنه؟ مال منه؟ دو تاست نه. برو خب بالاست. بالا بالاتر. بالای دیگه قشنگ بالاتر. از این بالاتر داره توالت میکنه؟ آره؟ نه عزیزم اینجا هوا گرمه ریملم عرق کرده ریخته تو چشم. گفتی من اگه میخوای توالت بکنی یه دونه دلوازش بیرون هست. آستینو بزن بالا. آستینش بالای دیگه؟ بالاتر. بزن بالاتر بیا. بالاتر. بچه دیگه چقدر بگو یه دفعه بکش پایین دیگه چقدر بزنیم نه؟ از این بالاتر مگه میخوای زیر بغلش بزنی؟ بچه دیگه بالا. میزنی بده بالا. بالاست. بالا. آره. واه. هایده دا. این آمپول خانوادگیه؟ نه چیزی فدات شم. اینو به خر بزنی میخوابه. نه هیچی نی. همت جان جلو چشیشو بگی مثل اون دفعه بیدار نشی ببینه کلی بازی در راه. بیا جلو چشش اونجوری که میبینه که میخوای یه کار کنم چشای سیاهی بره؟ آره بیا قربونت بیا عزیزم بیا. چی شد؟ آیده دارش مثل اینکه اشتهاش هم باشه. عیبی نداره فدات شم بیا اینجا. دستشو بگی؟ دست بین یه موقع دست پا نزنه. نه حواست ما بزن. جلو چشش چی؟ بزن نبینه. نبینه. ای مورشو مگه کوری چی شد؟ چی شد فدات شم؟ بایی زدیم اینه دست من. چیزی نیست. میخواستم هواشو بگیرم. شیبه کنی؟ هواشو گرفتم فدات. هواشو گرفتی؟ آره عزیزم. آی دکتر جان هواشو زدی به من؟ آره فدات شم. آی دکتر ها هواشو زدی؟ آره عزیزم. یه با هوایی نشیم. نه هوای سالم بی؟ آره سالم بود. بیا انقدر حرف زدی الکل یادم رفت بیارم. برم بیارم؟ نه خیلی آقا دیره. آخه بدون الکل کنزاده. نه من تخصص دارم. چوری؟ ای مرده شورته برم تو چقدر کثیفی. آی دادا میگم حالا شانس آوردی دستش بودا. آی مرده شورته. تو خیلی بانمکی. آدم دوست داره همش با تو معاشرت داشته باشه. داده؟ آره همت جان من آمپولشو زدم. اگه دیدی حالش بد شد به من زنگ بزن بگو سری بیام پایین. آی دکتر جان نره. چرا؟ نره. ها هوای که زدی داره عمل میکنه. هوای چی شد؟ آیه دار هوا داره میاد پایین. خدا مرگم بده. آیه دار نمیره. هوا خیلی اومد پایین. نه هیچی. آیه دار هوا داره بولبول میخوره. آیه چی شد؟ رد کرد. آره خسته نباشی. شیرین کام باشی. قربونه. بسه دیگه بگی بشین اونجا معاینت کنم. آی دکتر وایسا همت جان قشنگ در کمال خونسردی در کمال علاقه. آره رفت سر علاقه با ملاقه. آره همت جان باش علاقه اوجه. بگو ببینم در چه وضعیتی هستی؟ آی دکتر جان من داشتم مستقیم میرم. خب بعد یه دفعه داشتم خب من داشتم خب بعد من داشتم رو سر ما تخ نکنی. طبیعیه جانم. قدم رسیده مبارک. چی گفتی؟ گفتم قدم نورسیده مبارک. صدا چرا گرفته؟ صدا؟ آره؟ وای اکن؟ اکن؟ زشته. نه سینت بار داره. سینم؟ آره کجا میبره؟ نمیدونم یه سرفه بکن. سرفه؟ آره این سرفه بود؟ نه رومیزی بود. نه عزیزم 2 تا سرفه عمیق پشت سر هم. آقا چی داری؟ نمیدونم مرده داره حرف میزنه. نمیدونم 2 تا سرفه عمیق پشت سر هم. سرفه یه سرفه آره زور بزن قشنگ از اعماق تهم. نه ببخشید از ته اعماقم بذار سرفه کنم. نمیکنه حالا این اعماق تهت بود قشنگ. ببین اینجوری
این سرفه آیده تمپو رو بیار پایین. این سرفه است یا سیاه سرفه است؟ آیده تو باشه سرفه با حالیه باشه حالی میده. آیده تو برو سرفه بندری. آیده تو بیا بشین همونجوری برو. برو سرفه بندری. برو سرفه بندری ها. این مسخره بازی ها چیه در آوردیم آقای دکتر؟ کی به شما گفت بدون اجازه وارد اتاق بشی خانم؟ خب من نگران بچه‌مم. منم داشتم بچه‌تون رو معالجه می‌کردم. این چه مدل معالجه ایه؟ این مدل رقص درمانیه خانم. آره راست میگه. تازه گفتن اگه حالش خیلی وخیم باشه حتما باید بری تو پای بندری. تو هم که خداته. بیا اینجا خانم. این برو مستر من اینجا قبلا نوشتم تو خونه براش آماده گذاشته بودم. خیلی ممنون. ببرین براش بگیرین داروهاشو مصرف کنه ها. خیلی ممنون. اگرم حالش بد شد بگی من باز میام ببینم. باشه مرسی آقای. همت جان. جانم. فدات شم. تو بعدم بیا مطب من تو رو ببینم. اگرم برم با بچه معلم میرم. همت فرامرز که چیزیش نشده. ببینم خانم این باچی رفته به این دختر دروغ گفته برای الهام خانم خالی بسته. مگه تو خبر نداری؟ نه. این الهامو خیلی دوست داره. یعنی چون که دلیل نمیشه. خب منم 100 نفر رو دوست دارم. 100 نفر؟ آره. چه خبره؟ چطور؟ آدم باید یه نفر رو دوست داشته باشه. بارا بابا قدیمی. یه نفر اومده اون یکی افتاد مرد بچه بعد وقتی بکشه. خب یکی دیگه. بابا الان ژیانم زاپاس داره. خیلی خب بابا تو هم داشته باش. الان باید بری با آقای پرویز خان بابا الهام صحبت کنی همه چی رو عین واقعیت بهش بگی. من اصلا روم نمیشه توبت. یه چیزی بگی جلو رو تا بشه. من آخه برم چی بگم چه منم بابا برای چی بگم تو اینو زایدی مگه من زایدمش بچه تو من چه آخه تا تو هستی که من نباید برم. ها برو بگو بده میکنم. همت بله خواهش میکنم همت دستم به دامنه. اوی بله دستم به دامنه. اوی دستت بالا نیاری چرا؟ باشه نکته انحرافی میگم که دامن پام نه بابا این یه اصطلاحه. خیلی خوب چش بیجا باشه خیلی خوب خودم میرم با بابای دختر صحبت میکنم چه اینو واقعیت بهش میگم. دست درد نکن. الانم پیش فرامرز بمون من برم بیرون کار دارم برمیگردم. چش امروزم میمونم خونه شما برا بیا خوبه. نهارم یه چیزی درست کن با هم بخوریم. نهار؟ آره. من درست کنم؟ آره دیگه. ببخشید نهار چی میل دارین؟ میگو با سس تاتار. نه منم میگو با سس تاتار. میگو با سس تاتار؟ آره تاتار؟ تاتار. شما خوردین؟ شرمنده نداریم. اگه میخوری برات کوسه درست کنیم با سس آقا محمد خان قاجار. نه خیلی دوست ندارم. من فقط برادم مثل تازه روسا دم پختک درست کنم. خیلی خوب هم راستی برنجمون هم کمه کم پختک درست میکنم. بابا هر کوفته زهرمانی میشه درست کن. باشه یه ذره کوفته داریم با زهر مار. فرامرز پشت واسه دختر چی خالی بسیم خانم باباش صحبت کنه. فرامرز بیا حالا مردشو بالا خوش زده به مردن ها. الان درستش میکنم. اکثر دختر پسرای امروزی حساسیت خیلی زیادی دارن به صدای زنگ همه کارین. آقا اگه 100 دفعه صداشون کنی یه بله نمیگن، اما اگه ته چا باشن همچی که صدا زنگ تلفن رو بشنون خوابیدن رو تلفن، مخصوصا تک زنگ. منم الان میرم موبایل دکتر رو بگیرم یه حالی بهش بده. برو
الو. بله بفرم. فرامرز تونی؟ بله شما؟ من الهامم. الهام تویی؟ چقدر صدات عوض شده؟ صدام عوض نشده. تو گیچی؟ در از صورت به زنگ زده بگم بیا خونه ما زنگ نه. چرا؟ من آدم دروغگو بود تو زنی مثل تو اصلا خوشم نمیام مرده. الهام ببین من میخوام یه رازی رو به تو بگم. یه واقعیتی رو به تو بگم. راز دلم رو به تو بگم. من تو رو دوست دارم، عاشقتم. اله چی شو؟ یه تیکش آنتن نداد دوباره گفتم من تو رو دوست دارم، عاشقتم. آنتن نمیده دوباره به انقدر به خاطر همینم بود که مجبور شدم این دروغا رو بهت بگم. آخه میدونی این روزا دخترها بیشتر از هر چیزی به پول و ملال اهمیت میدن. نخه بخواه به دخترها بتون ندن. اصلا برای دختر پول و ثروت ملاک نی. برای دخترها فقط عشق و علاقه و تفاهم مهمه با آپارتمان. البته ببین الهام همچی دروغ هم بهت نگفتم. تو چون تا چند وقت دیگه قراره یه معامله انجام بدم که اگه انشالله این معامله جور بشه پول خیلی زیادی به من میرسه. جدی؟ یعنی بعد توپ میشه؟ توپ جون مادره؟ آره عزیزم. بوی چی شد؟ چی گفتی؟ گفتم عزیزم. بوی هضمش برات مشکله؟ نه یه بار دیگه میخوام هضمش کنه. برای من یعنی از این بعد من هرچی بگم تو گوش میکنی؟ بله. هرچی بخوام برام میخری؟ بله که میخوام. برای من یکی این جورابای پاسپورت برام میخری؟ از کدوما؟ اینا که باید جون بکنی تا پاد کنی. این تشم خیلی بد بالا میره. حالا چرا ساپورت؟ آخه من دیگه خسته شدم از دست جورابای پاریزینا. باشه میخرم. دستت بردم برای من. حالا که دیگه یعنی یه پراید هم برام میخری؟ منظورت ماشین پرایده؟ نه فرغون پراید. ماشینه دیگه. حالا چرا پراید؟ ها چی بخریم؟ مثلا ژیان. چی بخریم؟ ژیان بخر. چرا ژیان بخریم؟ مگه ژیان با ماشینای دیگه فرق میکنه؟ فرق نمیکنه. اتفاقا ژیان با ماشینای دیگه خیلی فرق میکنه. همه ماشینا یه کار میکنن، ژیان دو کار میکنه. همه ماشینا فقط آدم میبرن این ور اون ور، ژیان هم آدم میبره هم آبرو آدم میبره. بله باشه میخرم. برام. حالا که دیگه کلانتم رفته بالا یه موبایل هم برام میخریم؟ نه عزیزم آخه موبایل به چه درد ما میخوره؟ چرا به درد نخوره؟ ما رو شو برده الان حکمینه یه موبایل دستش دیگه. الان یارو گوسفند میفروشه موبایل داره. اون حتما موقعیت شغلیش ایجاب میکنه. چه موقعیت جمع قربان شکه برم؟ یارو گوسفند فروشه موقعیت داره. حتما میخواد زنگ بزنه به گله بگه الو اونورم بگن بابایی مورد نظر در شبکه نی نو ریسپانس رفته تو مسرحا. باشه موبایل هم برات دست در نکنم. تو چقدر خر خوبی هستی ها؟ الهام جانم احساس میکنم یکم صدات نزدیک شده. صدام نزدیک نشدم، او دلامونم نزدیک شده. هر کی دیگه هم جایت باشه همینجوری فکر میکنه. نوکرتم قربون. فرامرز بله تو خیلی بیشوری. چرا؟ تو خیلی بیادبی. چرا؟ داری با من تلفنی صحبت میکنی گوشی رو زمینه.